یک جنگ باید آماده می شد. سرلشکر این جنگ رسول اکرم بود. پیش از آنی که محاربه را با این مثل این دشمن خدا وقتی که اگر سر میکرد میگد صفها را راست میکرد پیغمبر، صفها را راست میکردن. برای همین است که ما دائم تاکید میکنیم صفهای شما راست باشد. صف اگر راست باشد دل همه ما و شما راست میشود. رسول اکرم صفها را راست کردند و در دست میگه یک تیاق داشتند که با او تیاق میگد هر آدم میگد پس میکرد پیش میکرد، پیش ایست پس ایست گفته با همون تیاق میگد راهنمایی میکرد. به ناگاه میگد یک صحابه یک آدمی عادی میگد از بین میگد با آواز بلند کرد گفت پیغمبری خدا تو در شکم من گفت با اون چوبی که در دست داری در شکم من زدی، شکم من آزار یافت. رسول اکرم گفت چیکار کنم؟ گفت من هم میخواهم که همون چوبی دست در داری، همون چوبی که در دست داری با همون چوبی تو در شکم تو بزنم. رسول اکرم بین آدمی که خداوند میگد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسی که محمد پیرو می شود، کسی که در محمد بیعت میکند همچنان است که بیعتی در خدا کرده است. هم تزاد تیاق میگد همون چوب در دست همون صحابه داد که میگد از هر جانب آواز شد، ابوبکر از یک جانب، عمر از یک جانب، ای دوستی خدا این کار نکن، این پیغمبر است. لیکن رسول اکرم باشد چی میگفت؟ میگفت در نزد خدا همه ما یک هستیم و چوبه میگد دراز کرد بر این صحابه و گفت که قصد خودت بگیر. میگد اون صحابه چی گفت؟ گفت در حالتی که چوبه به جانب من دراز کرده پیغمبر این شکم بی من لیچ بود، شکم بی خدا لیچ کن. رسول اکرم میگد شکمش لیچ کردن و این چوبه میگه این صحابه گرفت. همه منتظر است که چوب در شکم پیغمبر زده می شود، لیکن این صحابه پیغمبر مطلبش دیگر چیز بود. میگه بزانو زد و چهره خودش میگه در شکم پیغمبر خدا میمالید و بوسه میکرد و گفت که پیغمبر خدا من این شب خواب دیدم که در این جهاد من به شهادت میرسم، از این خاطر من خواستم که آخران ملاقات من بر تو همین خیل صورت بگیرد و این چهره‌ای که در شکم تو من میمالم میدانم که این چهره را دیگر آتش دوزخ کار ندارد، از این خاطر من این عمل بر تو کردم. مطلب ما چی است؟ مطلب ما این است که یک عادی ترین عسکری پیغمبری خدا قصد از پیغمبری خدا میگیرد، لیکن پیغمبری خدا بر او تیار است، تیار است که عادی ترین عسکری و عادی ترین امتی او از رسول اکرم چیکار کند؟ قصد بگیرد. یعنی رسول اکرم تکبری نداشتند. از این خاطر هر کسی که در کجایی که اگر از مردم ما و شما در پهلوی ما و شما قرآن دشنا میتد، پیغمبر دشنا میتد، ما هم حق داریم که او را چی دشنا میتد در جوابش دشنا بتیم. احترام نسبت آدمی خوب میکنیم. ما خداوند در قرآن چی میگه؟ واغلظ علیهم. محمد دیگر بر این کافرها تو دیگر گپی نرم نگو، بدرشتی با همراه اونها صحبت کن. السلام علیکم دوملای عزیز، یک سوال دارم. این شم قریب مانند به همین است. ما یک همسایه داریم، آن شخص در دیگر دین است، دینش دیگر است، یعنی دینی حضرت عیسی. ما با او گفتیم چرا دین اسلام رو نمیگیری؟ او گفت همین دین رو هم
آخرتش جنت است. آیا این حقیقت دارد؟ این برادر سوال میکند که در همسایگی یک همسایه‌ای داریم که در دین حضرت عیسی هست. با او وقتی که تکلیف میکنیم که چرا دین اسلام قبول نمیکنیم، میگد عاقبت همین دین عیسی هم جنت است. فرقش چی؟ مطلب همین است. ما با همه دین‌هایی که بود و همه پیغمبرهایی که در قرآن ذکر شده است البته ایمان داریم. با همه دین‌هایی که بود ایمان داریم. با همه پیغمبرهایی که از حضرت آدم تا رسول اکرم به زمین آمدن، به همگی ما ایمان داریم. لکن امروز قرآن در روی زمین است و رسول اکرم آخران پیغمبری هست که در روی زمین فرآمدند و دیگر بعد این پیغمبر نمی شود. ما هم یک جای تعجبش است، یک جای افسوسش است، چرا که ما ایمانی بر همه دینها و همه پیغمبرها داریم، لکن پیروان عیسی و پیروان انجیل عیسی چرا که رسول اکرم تصدیق نمیکنن با پیغمبریش و چرا قرآن کتاب خدا نمیشمارن؟ این برادری که گفته است عاقبت دین عیسی هم جنت است، این 100% غلط گفته است. زیرا که قرآن چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الدین عند الله الاسلام. با درستی این که خدای ما و شما میگوید همان خدایی که انجیل روان کرد، همان خدایی که عیسی را روان کرد، همان خدایی که موسی را خلق کرد، همون خدا چی میگد؟ با درستی این که نزد من دینی که نجات دارد این اسلام است، فقط اسلام دینی شناخته شده است. دیگر دینها را خداوند نام نگرفت، بلکه چی گفت؟ بلکه خداوند بر ما و شما میگد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدا در قرآن میگوید ای تمام مردمی که در دین موسی هستین، در دین عیسی هستین، یا در دین زردوشت که دین زردوشت که کلا باطل است، اگرچه باشه ما ایمان داریم، اگر در قرآن باشد، اگر در صف پیغمبرها باشد ما با او ایمان داریم، لکن باوری دارم که این هم یک دینی باطل است. خدا خطاب میکند همه شما واعتصموا بحبل الله، شما امروز با چنگ با ریسمان قرآن بزنین، ولا تفرقوا، دیگر در دیگر دینها داخل نشین. مراجعت خدا بر ما و شما همین است. در دیگر جای قرآن سوره آل عمران چی میگوید خدا؟ و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. این ما از او شخص او دین را هرگز قبول نمیکنم. لن معنای هرگز میتد، هرگز قبول نمیکنم. و هو فی الاخرة من الخاسرین، و مکافات آدمی که در غیر دین اسلام است این زیان در حق جان خود کرده است و او در قیامت نصیب جنت نمی شود. بین از کجا؟ اگرچه امروز حمله های این دین های بیگانه در مردم ما و شما بسیار است، ما و شما احتیاط کنیم. تشنه میمانیم. به خدا قسمی تشنگی ما و شما تشنگی دوره صحابه پیغمبر نیست. اذیت میکشیم، مشقت میبریم، تمام فتنه ها را بالای سر قبول میکنیم، لکن پیروی پیغمبر را از دست نتین و الا شما زیانکار در آخرت میشین. من بر شما همین قدر خاتمه گپ دارم. این بهترین دین است، این بهترین پیروی هست. کسی پیروی عیسی است، کسی پیروی موسی است، هر چی نیکی هم که کند در همین دنیا خداوند نیکیش را جزاش میتد. یعنی او را از او ممکن که مصیبتش دور کند، ممکن که یک بیماریش دور کند، لکن فرد او یقینا دوزخی است، او هیچ وقت جنتی نیست. السلام علیکم بابای حاجی. اولا خدا عمر این سوال دهنده را دراز گرداند.
من زنا کردم، با چشم کردم و با دستهایم کردم، دل و نیتم خیلی بد بود، حتی که با آدم نزدیکترین خانمان هم دل و نیتم بد بود. من این سخنهای شما را شنیده فهمیدم که من آدم بدترین بودم. من چیکار کنم که خدا گناه مرا ببخشد؟ من از شما التماس میکنم که به این سوال من جواب دهید. من این سوال چندین بار جواب گفته بودم، باز بر شما جواب میگم. کدام شما جوانهای عزیز اگر زنا کرده باشین، با کدام طریقه نباشد، خواه به چشم، خواه به دست، خواه به بدن، اگر شما در بین عرق نوشی کرده باشین، اگر شما در بین دلازاری کرده باشین، اگر شما در بین بینمازی کردین، امروز که شما به درگاه الهی نزدیک شدید، شما توبه صدقاً که کردید، خداوند همه گناه شما را مغفرت کردگی هست. با یک دل پره تو باوری کن که گناههای تو در نزد خدا بخشیده شده است. زیرا رسول اکرم چی میگد؟ میگد هر کسی که، معنای حدیث امین است، هر کسی که اگر توبه میکند او به منزله شخصی هست که نو از مادر تولد شده است. کسی توبه صدقاً میکند او چی هست؟ به منزله شخصی هست که مثل از مادر با یک فطرت تازه که در وجود هیچ غلط، هیچ خطا، هیچ سیاهی نیست، مثل همون هستید شما. از این خاطر دهیه کلبی را تماشا کنید. 60 سال حیات خودش در کفر گذرانید. 60 سال پادشاه بود، نزد پیغمبر خدا آمدن. رسول اکرم وقتی گفتند من این 60 سال میدانی که چندین دختری خودم که حتی از 20 نفر زیاد به دست خود زنده گور کردگی هستم. رسول اکرم گفت خداوند بخشیدگی است. دهیه کلبی از دل دیگر این غم اندور را دور کن که خدا دلت را صاف گردانیده است. اگر توبه تو صادق باشد، توبه تو صدق باشد. برای همین هر کسی که توبه میکند، توبهش اگر توبه مکر نباشد، توبه فریب نباشد، این انشاءالله در نزد خدا بخشیده شده است. میتواند که البته باز عبادتاش زیادتر کند. السلام علیکم دامنای عزیز. شکر خدا را میکنیم که چنین پیشوا داریم. بعد همین سوالهای ما جواب گردانید. زنی که در حیض بوده، مرد میتواند با همین زن با طرز مالیش شهوتش را پس کند؟ اینجا یک سوال دیگر هم بود از این برادر. دویم سوالی که این همسایه‌ای که دین عیسوی داشته است، دویم سوال کرده است اینجا که املا عزیز بچه های بیدرد و با تنومند می طلبند، آیا آنها را چیزی بدهیم؟ درست است؟ یعنی این سوال وقتی که اومد دیروز مرا یک برادر در دست خودم داد. اینجا ما یک پیشگفتاری داشتیم در باب همین صدقه بود، لیکن اون نگفتیم. البته آن جوانهایی که به تنومند هستند، جوانهایی که بیدرد هستند، جوانهایی که هیچ نقص ندارند، از همه بهتر همین است که این کسب طلبندگی کسب نیست. پیغمبر خدا میگه این المسئله لا تحیلو، طلبیدن حلال نیست. با طلبیدن کسی که میخرد زندگی خچه پیش میبرد، او خوردگی او شخص حرام است بر بدن او. رسول الله میگه لو تعلمون ما فی المسئله، اگر شما بدانید که همین طلبیدن چی هست، ما مشى احد الى احد یسأله شیئا، شما هیچگاه به سوی یک برادر مؤمن یک قدم پیش نمیزنید برای طلبیدن، وقتی شما بدانید که طلبیدن چی یک کار عار است، چی یک کار پست است. از این خاطر هیچ وقت جوانها به طلبیدن باید که راه ندهند. البته زیب طلبیدن همون کسی دارد که یا اعضای درست ندارد، یا موی سفیدی هست که تماما برجا مانده هست، دیگر هیچ قوتی کاری ندارد. ما میتونیم یا یک روزه نفقه در خانش ندارد، گفتی پیغمبر، اونا را میتونیم که ما دست درازی کنیم. لیکن این بچه هایی که جوان هستند،
اینا را باید وقتی در یگان جا تعلیمشان است، خواندنشان است، یک کسب یاد گرفتن است. این طلبیدن در وجود انسان البته آموخت می شود، به همین دیگر هیچ کار به ذمه نمیگیرد، به همین طلبیدن روزی خودش پیش میبرد. از این خاطر مادامی که خیلی نزد دروازه ما و شما آمدن، چگونه ای که خدا در سوره الضحی میگوید و اما السائل فلا تنهر، شما وقتی که طلبنده نزد دروازه شما آمد، شما به طلبنده با آوازی بلند گپ نزنید، بلکه چیزی که داریم بر او عطا کنید. یعنی میلش عطا میکنیم از نزد در او کس ما ناامید روان نمیکنیم، لکن طلبیدن این حلال نیست. طلبیدن در ما و شما کسب نکنیم هیچگاه. این وقت حتی ما و شما همین کودکایی که هست، یعنی در گناه کردن اونها ما و شما اونها را یاردم میتیم. برای همین اون جوانهایش که یعنی کسب همین طلبندگی را پیشه کردن، ما و شما اونها را البته دسترازی نکنیم، لکن اونش که نزد دروازه ما و شما میاد اونش خیلی بی نصیب نگذاریم بهتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از زبان شما شنیدیم که جارو به مزار حضرت امیر جان شفا ندارد، پس چرا آنجا بر ما نمیفهمانند؟ جوابش را مفصل بیان کنید. برادران از همین داخل ممکنه این بچه های اطراف ماست، ما هر بیگه که امر معروف داریم کم و بیش یک روز درباره همین زیارت مزارها گپ زدیم و جاروبی که در حضرت امیر جان هست که مثال آدم هایی که در بدنشان زخمی آزخ دارند و دیگر زخم ها دارند می روند و او یک جاروبی دارد و او جاروب در بالای می کشد، او شفا می شود. البته از زبان ما این سخن برآمدگی است. رسول اکرم میگد الا انبئکم باکبر الکبائر،